تا آخر میمونی دیگه. حتما. ننه کوسه ننه کوسه ننه کوسه ننه کوسه خاله کوسه. بهشت و جهنمی که چنین تصویری رو در ذهن شما تداعی میکنه یک قضاوت نادرست از ذات مقدس نوره. اشتباه ما اینجاست که ما فکر میکنیم خدا بر تخت پادشاهی نشسته جسمه و مثل ما فکر میکنه، مثل ما خشمگین میشه، مثل ما قضاوت میکنه، مثل ما حکم صادر میکنه. ما باور داریم که خالق کیهان نوره. چطور ممکنه که نور خشمگین باشه؟ خورشید به خوب و بد نگاه نمیکنه و به همه یکسان میتابه. میدونید بهشت و جهنم کجاست؟ یکی از ابعاد بهشت و جهنم همینجاست. بهشت آگاهیه و جایی که آگاهی حکم فرماست صلح و فراوانی و برکت و آرامشه، و جهنم ناآگاهیه و جایی که ناآگاهیه جنگ و جهل و تعصب و کینه و نفرت، خود برتربینی و نفاق و حصار و ناآرامی حکم فرماست. بهشت بیداری نور درون و جهنم بیداری تاریکی درونه. لازم نیست شما نگران این باشید که تکلیف ظلم چی میشه. کسی رو که شما عادل و خالق این کیهان میدونید قوانینش اونقدر عادلانه و منظم هست که مو رو از ماست بیرون بکشه. نتیجه اعمال هر کس دیر یا زود با دقتی حیرت انگیز به خود او باز میگردد.